خوش آمده بگوید مرس. باز تو برای چی اومدی؟ این گل برای چی؟ برای تو. چرا؟ چون که تو رو دوست داشتم. مرا؟ تو یک بار خودت در آینه نگاه کردگی؟ تو یک بار به سین سالت نگاه کن. تو ارزش مرا نداری. من میدونم شاید من مناسبی تو نباشم، ولی عشق بس این سال نگه نمی کند. هرا شاعری نکن. سلام علیکم. این برنامه شما. چیه نفهمیدم. و هیچ که میفهمیش. اگر این به دست رسیده باشد، دان که من در قید حیات نیستم. من میدونستم که شاید روز مرا قبول نکنی، اما میخواستم پیش از رفتنم بدانی که در این دنیا تو را کسی از صدق دل دوست میداشت. شاید عشق من برای تو ارزشی نداشت، یا شاید وقت یا تقدیر ما را با هم نزدیک نکرد، اما برای من تو همیشه آن آرزویی بودی که در دل پروریده می شد و به زبان نمی آمد. من با نام تو خندیدم، با فکر تو زندگی کردم و با یاد تو آرام می گرفتم. هر باری که می خواستم به تو همش رو بگویم، چیزی مرا نگاه می داشت. شاید ترس، شاید امیدی بیهوده، ولی اکنون دیر شده است. تنها این نامه مانده است که به جای من حرف بزند. من از تو هیچ چیز نمی خواهم، نه عشق نه پشیمانی. فقط یک لحظه مرا به یاد آوردی، بدون که کسی بود که تو را با تمام وجودش دوست می داشت. زندگی کن، خوشبخت باش و بگذار عشقی که من نتوانستم به تو بدهم روزی از جانب دیگر به تو رسد. خیر، شاید من دیگر نباشم، اما حسی که نسبت تو داشتم هرگز نمیمیرد. مرا ببخش. عشق حقیقی را من همون وقت فهمیدم، اما دیر شد.